درباره خودکشی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی که خود را با زهر کشت، زهر نوشان، در آتش ابدالآباد خالیدن مخلد سوختن میگیرد. هر کسی که به خود کارد زد به خود کارد زدن میگیرد. کسی که از بالا خود را پرتافتن میگیرد. و سبحان الله آنی که خودکشی کرد پیامبر ابدالآباد در دوزخ میسوزد میگویند. چون که نعمت بزرگی که الله به او داد او چیکار کرد؟ نادیده گرفت و به آن نعمت ناشکری کرد، بی‌صبری کرد. و اساساً خودکشی کار ترسانچکان است. آنهایی که ضعیف هستند و از عهده مشکلی های دنیا نمیبرایند دست به خودکشی میزنند. ضعیفان بیچارگان، دیگر هیچ چیز نیست. و اساساً آنهایی که ناامید هستند به قدرت الله و یقین میکنند که دیگر مشکلی های آنها را خداوند قدرت حل کردن ندارد، برای همین دست به خودکشی میزنند. و پروردگار چی میگوید؟ و اصلا خودتان را نابود نکنید. این من هستم که برای شما مهربان هستم. این من هستم که شما را آفریدم. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه میگوید با دست خود را به هلاکت نرسانید. ولی اگرچه خودکشی کرده باشد همون مسلمان است، گناهی کبیره کرد و برایش دعا باقی ندارد، ولی خیلی عاقبتش وای است. خیلی عاقبتش وای است. استاذه اگر که با بالغ هم نرسیده باشد این چونی به بلاغت نرسیده یگان گناه به او نوشته نمی شود. خواهر مونیسه بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین انسان هایی که در گور در عذاب بندن بعدی حساب کتاب می شود که بعدی حساب کتاب شاید عمل های نیکشان اگر بالا باشد داخل جنت شوند. و گناه انسان هایی که در راحتن در گور شاید بعد حساب کتاب و دوزخ نه گور خواهر مونیسه قبر الکی مقدمه آخرت است. اهل جنت الکی استراحتشان از گور شروع می شود. اهل دوزخ عذابشان از گور نمی شود که آنها در برزخ در استراحت باشند و بعدا دوزخ درآیند و برعکس نه. حدیث چگونه که آمده است اهل جنت الکی دروازه از جنت برایشان باز است. اهل دوزخ الکی گرمی آتش رو می کشند.